بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسو 10 است تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخطی موضوعهای برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در اخبار آزادی خواهید دید. ادامه راهگشایان ازبکستان برای بارکشانی به سمت تاجیکستان. حکومت ازبکستان مهلت ترانزیت برای ماشین‌های باربر تاجیکستان را از 3 به 10 روز تمدید کرد. همچنان قیمت تعرفه استفاده از راه‌های این کشور برای ماشین‌های تاجیکستان از $400 قبلی به $200 پایین آورده شد. یک سبوکی دیگری که این کشور به رانندگان بارکشی سمت تاجیکستان داد این است که مبلغ سوغورتا من بعد هنگام بازگشت ستانیده نمی شود. در برنامه اخبار در این باره گزارش خواهیم داشت. می‌بینیم که پس از این اقدام ازبکستان چی سودی به تاجیکستان خواهد رسید. سربازان آمریکا خاک سوریه را ترک می‌کنند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر پیامی ویدیویی نشر نمود که در آن میگوید بعد پیروزی تاریخی بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه، ارتش آمریکا فوراً به وطن برمیگردد. اما این تصمیم پرزیدنت خشم برخی از وکیلان کنگره از هر دو حزب را به وجود آورد. چرا وکیلان از پایان جنگ خوشنود نیستند؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. سراسر به تماشای فیلم مردی راه در سراسر کینوتئاترهای تاجیکستان و تالار و مجلسگاه‌ها نمایش فیلم مردی راه مستند درباره پرزیدنت امام علی رحمان جریان دارد. نمایش این مستند از دیروز شروع شد. از جمله در شهر دوشنبه همکاران ما نیز با دانشجویان و مکتب بچه‌ها آن را تماشا کردند. از جریان آن گزارش خواهم داشت. در برنامه اخبار آزادی ما را همراهی کنید، آن را با هم می‌بینیم. نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین با شرکت 1700 ژورنالیست. امروز در شهر مسکو نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دایر می شود. معمولا پوتین در رابطه با مهاجرت، مناسبت کشورش با دولت‌های آسیایی هم اظهار نظر می‌کند. بیننده ارجمند، ما این نشست را پیگیری می‌کنیم و نکته‌های مهم آن را در برنامه اخبار آزادی به شما خواهم گفت. این گوش‌ها و قزاق‌ها جنگ کردند اما تاجیکان را دستگیر کردند. در پی یک زنازنی دانشجویان انگشتبار و قزاق‌ها، مأموران وزارت امور داخلی روسیه و نیروهای مخصوص به خوابگاه دانشگاه دولتی گئولوژی و اکتشافی روسیه وارد شده، ده‌ها دانشجو از جمله دانشجویان تاجیک را دستگیر کردند. اما دانشجویان تاجیک میگویند آنها اصلاً به این زنازنی خوش نبودند. اما چرا دستگیر شدند؟ تفصیلات را در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیمی برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاستیکی دسترسند.